حدیث هست، حدیث قدسی درباره فاطمه زهرا درود خداوند بر او بود. الله به پیامبر میگوید اگر تو نمیشدی من کائنات را نمی آفریدم و اگر علی نمیشد من تو را نمی آفریدم، ولی اگر فاطمه نمیشد من یگان تحت آن را نمی آفریدم. حدیث هست درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگر تو نمیشدی ای محمد من کائنات را نمی آفریدم و اگر علی نمیشد من تو را نمی آفریدم، ولی اگر فاطمه نمیشد من یگان تحت آن را نمی آفریدم. به این نقطه نظر اندازید، فاطمه بهترین زن روی عالم است.